بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه می باشید، خدمت تک تک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی برخوردار و بهره‌مند بوده باشید. با موضوع جدید و برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه باز هم مهمان شما عزیزان و بزرگواران هستیم. به اجازه شما سروران خدمت جناب دکتر نور محمد عمرا که باز هم افتخار بخشیدند و به استودیوی برنامه بازسازی اندیشه حضور یافتند نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید و خوش آمدید دارم جناب دکتر. خیلی ممنون، لطف دارید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم خدمت شما و هم خدمت عزیزان دستاندرکار شبکه و هم تک تک شما بینندگان عزیز که ما را همراهی میکنید در این سلسله برنامه ها. گرچه که استاد بزرگوار، ادیب سخنور، استاد سیقل بر ما منت دارند و حسن ظن دارند که گهگداری ما رو در چالش های فکری هم داخل می کنند و ما هم که به هر حال در مقابل ایشون تسلیم هستیم و از ایشون به یک اشاره است همیشه و از ما به سر دویدن در خدمت دوان و با سر در خدمت ایشون هستیم. تشکر جناب دکتر. البته عادت شما نیست که برنامه را خودمانی بیشتر بسازین. تشکر میکنم که فاصله بین خودمان و بیننده ها را خیلی ها کوتاه میکنین یا اصلا فاصله را از بین میبرین. متشکر هستم جناب دکتر از شما. بیننده های عزیز و گرامی، البته موضوع این برنامه سری برنامه هایمان موضوع تازه و موضوع شاید حتی جنجال برانگیز باشه البته در برخی از آن، و این موضوع بازنگری فرهنگ دینی است که شاید مجرد ای که عبارت بازنگری فرهنگ دینی را میشنوید شاید در ذهن شما مثل که در ذهن خود بنده هم سوالاتی است خطور میکنه و مستحضر میشه. در این برنامه جناب دکتر البته به چند پرسش اصلی و برخی از پرسش های جانبی و فرعی که بنده البته به نیابت از شما خدمتشان مطرح میکنم پاسخ میگویند. از سوالای اصلی و پرسش های اصلی که طی این قسمت از برنامه بازسازی اندیشه خدمت جناب دکتر مطرح میکنیم، ابتدا مفهوم فرهنگ دینی و مفهوم بازنگری دینی و همچنین اینکه چرا ما نیاز به تجدید و یا بازنگری در فرهنگ دینی داریم و اسباب ریزش مذهبی در ایران چیست و آیا اسلام نیاز به تجدید دارد و همچنین اسباب جمود فرهنگ اسلامی چیست. این سوالهای اصلی یا پرسش‌های کلیدی است که طی این برنامه من خدمت جناب دکتر مطرح خواهم کرد و البته سوالهای فرعی نیز در خلال برنامه مطرح خواهد شد. جناب دکتر، واقعا اما قسمی که اشاره کردم در ذهن بسیاری از بیننده ها وقت
بازنگری عبارت بازنگری فرهنگ دینی مطرح میشه، این عبارت فکر کنم بیشتر از طرف سیکولارها زیادتر میشنون و اونها زیادتر این عبارت مطرح میکنن. چی شد که به یک بارگی از طریق شبکه جهانی وصال حق نیز این عبارت مطرح میشه و فرهنگ دینی گویا مورد بازنگری قرار میگیره؟ فرهنگ دینی چیست و منظور از بازنگری در فرهنگ دینی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. ما برخی از واژه ها رو در ادبیات خودمون استفاده می کنیم و واژه های بسیار ساده است که بر زبان های همه مردم اینها رو میشه دید، مثل فرهنگ، مثل تمدن، مثل انسان، مثل نمیدونم دین. خب وقتی میایم به صلاح از کسی میپرسیم دین یعنی چی، میگه خب دین. فرهنگ، خب فرهنگ هم فرهنگه، تمدنه. یعنی اینقدر این مفاهیم ساده است و بر زبان ها افتاده است و جزئی از به اصطلاح گویش رفتاری و گفتاری ما شده که ما اصلا در عمقش نمی‌نگریم. وقتی میایم باز یه مقداری با دقت می‌نگریم، میگیم که آقا دین چه است؟ دین یه برنامه زندگی است که از جانب خداوند متعال برای انسان و برای رشد و تکامل و پویایی انسان اومده و این برنامه زندگی تکامل کامل داره و انسان در همه چیزش رو در دین می‌بینه. خب آقا فرهنگ چه هست؟ خب فرهنگ هم مجموعی از عادت‌ها، رسوم، رفتارها، اخلاق، عقاید و منش‌هایی است که یک انسان‌ها، مجموعی از انسان‌ها یا یک جامعه اونها رو انتخاب میکنه و با مرور زمان اینها میشه از ارزش‌های یک جامعه. وقتی این دوتا رو با هم نگاه میکنیم میبینیم که دین همون فرهنگ شد، فرهنگ همون دین. چرا که این ارزش‌ها و عادات و رسومی که ما در جامعه خودمون داریم میبینیم که اینها انعکاس گرفته. اگر از پیش از اسلام و دین بوده، در سایه دین اینها یک شکل و شمایل خاص خودش رو گرفته و مورد قبول تر شده و نقایصی هم که در این عادات و رسوم ما بود، اینها رو باز دین اومد تکامل بخشید و شکل داد. خب این یک به اصطلاح یک نوع به اصطلاح رابطه قوی است بین فرهنگ و دین، چرا که دین هست که در سایه اون فرهنگ ما تشکل پیدا میکنه و الان اگر بخوایم مثلا یک فرهنگی رو برای ملت‌های خودمون معرفی کنیم میبینیم که چیزی غیر از دین نمیتونه باشه. عادت‌های ما، رسوم ما، نمیدونم رفتارهای ما، عقاید و اندیشه‌های ما، کنش‌های رفتاری و عبادی ما، همه اینها در سایه دین تکامل پیدا کرده، شکل گرفته و شده جزئی از زندگی ما که همون دین ماست. خب این اما چی اتفاقی که میفته اینه که به اصطلاح ما همیشه در این روندی که این فرهنگ در جامعه پیدا میکنه یا دین حتی در جامعه پیدا میکنه، این از این ور اون ور گرد و خاکایی بهش میچسبه که اینجا نیاز به تجدید یا بازنگری داره. وقتی میگیم بازنگری یعنی چی؟ یعنی یک خونه تکونی، یعنی یک غبارگیری از این قواعد و به اصطلاح اصولی که خداوند متعال برای ما حفظ کرده. قرآن به طور کامل از جانب خداوند متعال اومده و چون که ما توان حفظ اون رو نداشتیم و نیاز ما بود تا روز قیامت باید می بود، برنامه زندگی ماست و گریزی از به اصطلاح اون نیست، این بود که خداوند متعال تکفل کرد که من این قرآن رو که برنامه زندگی شما بشر هست رو براتون حفظ میکنم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو فرستادیم و تا روز قیامت به صورت کامل از الف تا یاش براتون حفظش میکنیم. این یه مرحله، یک نیاز بسیار مبرم جامعه هست. یک نیاز بسیار مبرمی هست برای جامعه بشری که این باید میشد. اما چون که خب زندگی بشر و روند زندگی بشر دچار تغییر و تحولات میشه، جنگ ها میشه، نمیدونم ملت هایی از بین میرن، کشت و کشتارها میشه، مسائل زیادی به وجود میاد که در تاریخ ما میبینیم. خب خیلی خطرناک هست این مسائل و احتمال هست که این
متن کامل یا دستور الهی کلام الله مورد به اصطلاح تحریف قرار بگیره. اینجاست که چون که این نیاز ما هست و تحریف اون باعث تحریف ما و به اصطلاح انحراف ما میشه، اینه که خداوند متعال خودش برای ما تکفل کرد که من این قرآن رو براتون حفظ میکنم. اما بقیه ماجرا چی؟ بقیه ماجرا برمیگرده به خود ما. خداوند متعال به ما میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. از خدا و رسولش پیروی کنید و اولی الامر منکم، و از اون اولی الامری که شما بر پای دستورات خدا و رسول اون رو برای خودتون مدیران جامعه قرار دادید. و اما اگر در بین شما اختلافی به وجود آمد، فإن تنازعتم فی شیء، اگر در چیزی شما بگو مگو پیدا کردید، فردوه الی الله و رسول، اون رو برگردونید به سوی خدا و رسول. حتی اگر بین شما و سلطان و مدیر جامعه مشکلی پیش اومد، خب یک قاعده کلی، متن اساسی، یک دستورنامه اساسی که قرآن باشه همراه با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چون سنت زمینه قرآن بود، خداوند متعال این دوتا رو برای ما حفظ میکنه. الان این به اصطلاح همیشه در روند تاریخ ما یک نوع به اصطلاح نیازی پیدا میکنیم که به یک به اصطلاح گرد و غبار گیری. واسه همینه که مثلا میبینیم علمای بزرگ اسلام وقتی مثلا کتابی مینویسن، مثل امام محمد غزالی میاد کتابی مینویسه احیاء علوم الدین، یعنی یک نوع دوباره زنده کردن علوم دین. یعنی این در بینش علما و اندیشمندان ما همیشه بوده که ما بیاییم یک بازنگری بکنیم، ببینیم اگر یک راه رو کج رفتیم یا یک رسوبات جاهلی از جوامع و به اصطلاح فرهنگ‌های دیگری بر ما غلبه پیدا کرد و در نبود یک بینش درست ما کج رفتیم، بیاییم خودمون رو یک به اصطلاح وارسی کنیم. در به اصطلاح دیانت اسلام اون چیزی که فرق میکنه با دیانت‌های پیشین، دیانت‌های پیشین همیشه دیانت‌های جزئی و مقطعی بودن. بله. به این معنا که همیشه یک دینی که می اومد یه جزئی از نیازهای بشر رو در بر می‌گرفت و در یک محدوده معین و در یک محدوده معین زمانی هم مقطعی هم بود. در میان خب قوم معین یک قوم معینی می اومد، اینها نیازهای اخلاقی داشتن، دین اخلاقی می اومد، نیازهای اقتصادی داشتن، یک دین اقتصادی به جانب اقتصادیش پررنگ‌تر بود، جانب نمیدونم نظامیش پررنگ‌تر بود. یک مسائلی بود و همچنین مقطعی بود، یه مدت زمانی رو طی می‌کرد، پیامبری می اومد، همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که انبیاء بنی اسرائیل می اومدند کل ما هلک نبی خلفه نبی آخر، هر وقت یک پیامبری می اومد میرفت، پیامبر دیگری پشت سر اون می اومد. اما من کیم لا نبی بعدی، من پیامبری هستم که بعد از من پیامبری نیست، خاتم الانبیا. قضیه ختم نبوت، ختم نبوت معناش چی هست؟ ختم نبوت یه پیام الهی است برای بشر که ای بشریت تو الان نیاز به پیامبر نداری، ما یک پیامبری رو برات فرستادیم با یک پیامی و یک دستورالعملی شامل و کامل برای همه زمانها و برای تمام مکانها. این به اصطلاح دستورالعمل و دستور زندگی برای شما اومد و این پیامبر این رو آورد. پس از این ختم نبوت است دیگه، نبوت الغا شد، بعد از این دیگه هیچ نبی پیامبر دیگری نخواهد اومد. یعنی شما بشر به مرحله از رشد رسیدید، به مرحله از تعالی و فهم و درک و شعور رسیدید که الان خودتون این راه رو ادامه میدید. به چه معنا؟ یعنی اینی که اسمتی که مال پیامبر بود، به اصطلاح حفاظت کامل و درایت کامل که برای پیامبر بود، این از فرد پیامبر منتقل شد به امت. واسه همینه که در فرهنگ اسلامی ما در گذر تاریخ ما یک گروهی از مسلمان ها دچار یک نوع عقب ماندگی عقلی شدن. اونها اومدن این ختم نبوت رو درک نکردن، اومدن چیکار کردن؟ که اینی که خدا بهشون گفت که شما به رشد و تعالی کامل رسیدید و این
به معنای این ختم نبوت به معنای به خاک و گور کشیدن رهبانیت. بله. اون تصورات من در آوردی که به اصطلاح انسان از جامعه دور میشه، این تمام شد برای همیشه. رهبانیت امت من جهاد در راه خداست، تلاش و کوشش و جهاد هست. یعنی رهبانیت اگر میخوای با خدا تنها باشی در جمعی که پر از شلوغی و چکاچک شمشیر و تلاش و عرق ریزان و به اصطلاح ذکر و یاد خداست و ترس هست از مرگ و امید هست به پیروزی، اینجاست رهبانیت امت من. وقتی که میگیم به اصطلاح ختم نبوت یعنی پادشاهیت در دیانت به تموم شد. دیگه اگر پیامبری رفت پیامبر دیگه ای نخواهد اومد. وقتی میگیم ختم نبوت یعنی این خطابی است از قرآن برای من بنده که بنگر در زندگی، بنگر در قرآن کون که خداوند خلقت الهی و خدایت رو در بیاب و بنگر بر مسیر امتهای پیشین که چه بلایی به سرشون اومد، چه موفقیت‌هایی داشتن، چه شکست‌هایی داشتن. واسه همینه که وقتی میگم که این رشد و تعالی بشر به تکامل رسید که نیازی به نبوت نیست و از کمبود عقل و تخلف عقلی برخی از مسلمان ها اومد بود که به اصطلاح یک پدیده دیگری به نام امامان رو ساختن ائمه. خب حالا امامای 8گانه باشه و نمیدونم 7گانه باشه و 12گانه باشه و هرچی باشه، عددش مهم نیست. استمرار نبوت در امامت این یک تخلف عقلی است. بدین معنا که خداوند متعال به ما بشر فرمود که ای بشر ختم نبوت شد، یعنی شما به بلوغ فکری رسیدید. یعنی بعد از این نیاز به پیامبری نیست. نیاز به پیامبری نیست، نیاز به دین دیگری نیست. اما اومد به اصطلاح بعضیا چون که تخلف عقلی داشتن هنوز در همون حال و هوای به اصطلاح عقلیت‌های قرون وسطایی بودن که چطور ممکنه یه پادشاهی بره، یه پیامبری بره، یه پیامبری دیگه نیاد. چطور ممکنه که وحی از به اصطلاح زمین کنده بشه؟ پس ما چه کار کنیم؟ امام ابن تیمیه رحمه الله یک جمله بسیار زیبایی دارن، میفرمایند که اسمت امت بله ما رو بی‌نیاز کرد از اسمت امامان. ما دیگه الان با اسمت امتی که به اصطلاح معصوم هست، ما دیگه نیازی نداریم که فرد معصوم در چه نوع معصومیت دکتر شادی سوال خلق شد؟ چه نوع؟ یعنی آیا امت همهشون معصوم هستن؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، آموزهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما نشون میده که این دینی که هست بله امکان داره در گوشه و کناری لطمه هایی به دین وارد بشه. امکان داره برخی از جوامع یا افراد جامعه اسلامی منحرف بشن، این امکان داره. بله. اما کل دین اسلام مسخ بشه یا منحرف بشه این امکان نداره. همون یعنی لا تجتمع امتی علی ضلاله. یعنی اجتماع امت بر گمراهی امکان پذیر نیست، یعنی این اسمت. خب پس امت معصوم هست. یعنی چی؟ یعنی اینه که این مسئولیت پیامبرانه از فرد پیامبر منتقل شد به کی؟ به امت. الان این مسئولیت در اختیار یک امت هست. واسه همین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا میرن و کسی رو پشت سرشون به عنوان خلیفه انتخاب نمیکنن، چون که دیگه به هر حال این مسئولیتت رو انجام دادی ای محمد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ایمان کامل شد و اسلام دین شما برانگیخته شد و ای محمد اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. الان دیگه وقت این است که شما به آمادگی رفتن به رفیق اعلی رو داشته باشید و این امت رو بذارید به حال خودشون، که این امت در سایه این دستورالعملی که برایشون فرستاده شده و ثابت هست و تغییر ناپذیر هست و محفوظ است از جانب خداوند متعال، خودشون اون مسیری رو که شما انتخاب کردید رو انتخاب میکنن. الان این مفهوم به اصطلاح بازنگری است که هرگاه ما خواستیم بله و چه نیاز احساس کردیم یا نکردیم، باید همیشه
خودمون رو برگردونیم به همون اصل شجره به اصطلاح دین که قرآن پس و جناب سنت دکتر باشه. این بازنگری که شما عرض کردین و از خلال صحبت‌های شما برداشت شد، این بازنگری و این بازبینی یا این تجدید در متغیرات است، نه در ثوابت دین. مثلا هر بازنگری که صورت میگیره باید در پرتو آموزه های قرآن کریم و پرتو تعلیمات سنت نبوی صلی الله علیه و سلم صورت بگیره. یعنی ما مرجع داریم، ما اصل داریم. وقتی بازبینی میکنیم، وقتی تجدید میکنیم، این تجدید ما را به انحراف نمیکشونه. دقیقاً. ببینید همیشه ما یک روندی رو در پیش میگیریم که خب الان ما میریم یک مسیر رو به اصطلاح ما در یک مسیر حرکت میکنیم، اما خب این به اصطلاح چون که این قرآن و اسلام مثل دیانت‌های گذشته نه جزئی بودند و نه مقطعی، نه یک جزئی از زندگی رو در بر میگیرند بلکه کل زندگی رو در بر گیرنده هستند، و نه مقطعی، نه برای یک مقطع زمانی مشخصی هستند، پس برای همه زمانها هستند. خب بشر در حال پیشرفت است و امروز ما مثل 2 قرن پیش ما نیستیم. نیازهای بشر، نیازهای زندگی، پیشرفت‌های مختلف در جوانب مختلف زندگی، اسلام جوابگوی همه امروز ما هم هست، همانطور که جوابگوی 10 قرن پیش بود و همانطور که جوابگوی 100 قرن آینده خواهد بود. بله. اما خب منی که امروز اسلام به من امر کرده، یکی از بزرگترین ویژگی های اسلام اینه که به من و شما میگه آقا برو فعالیت بکن و از اشتباه نترس که حتی اگر اشتباه کردی بله اجر و پاداش داری. حتی اگر اشتباه کردی اجر و پاداش داری. اگر به اصطلاح اجتهادی که کردی، اگر اون تلاشی که کردی، اجتهاد چه هست؟ اجتهاد تلاشی هست برای رسیدن به حقیقت. بله. خب اگر شما این اجتهاد و این تلاش رو باید بکنی و نترس از اینکه من اشتباه کنم، چون اگر اشتباه کردی بازم اجر داری. اگر به حقیقت رسیدی 2 تا اجر داری، 2 تا پاداش داری. اگر به حقیقت نرسیدی پاداش اجر و تلاش خودت رو داری. بله. پس به پیش اسلام به ما میگه به پیش. بله. ببین اما چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در به اصطلاح روند یک فرهنگ دینی میفته همون اتفاقی است که برای آب میفته. یه آبی ما داریم در دریا، خورشید میزنه به آب بخار میشه، میره باز ابر میشه، ابر باز میاد بارون میشه، از راه به اصطلاح رودخانه ها باز برمیگرده به دریا. یعنی ما یه چرخه‌ای برای آب داریم، همینطور یه چرخه‌ای برای دین داریم. یک دینی هست که به صورت وحی از جانب خداوند متعال بر بنده، بر بشریت نازل شده. این وحی از انسان یک انسان مؤمن میسازه. بله. این انسان مؤمن نیاز داره، چون که وظیفه است. مؤمن یک شخصیتی هست، شخصیت فعال، باید اینطور باشه. شخصیت فعال، شخصیت مثبت اندیش و شخصیت به اصطلاح مسئول. این وظیفه یک مؤمن هست. اگر مؤمنی این وظیفه رو برآورد نکرد مؤمن نیست. به چه معنا؟ خداوند متعال به ما فرموده که من به شما بهترین دین دادم. خب شما بهترین دین رو به شما دادیم که چی؟ ویژگی شما چی هست؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر کنتم خیر امة اخرجت للناس. شما بهترین، بله، کاملترین، شمولیترین دین رو در اختیار دارید. پس شما بهترین ملت هایی هستید که بهترین بشر شمایید. اما اینجا قید گذاشته. برای چی؟ ویژگی شما چی هست؟ بله. برای اینکه شما انسان مسئول هستید. چه مسئولیتی داریم؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی انسان مؤمن یک انسان به اصطلاح لاابالی نیست، با هر چی میشه بشه. نه، اگر به من ربطی نداره. همه چیز در کون و مکان به من ربط داره.
چرا؟ چون که اینجا در این به اصطلاح کره زمین من چه هستم؟ من خلقکم من الارض واستعمرکم من اینجا وظیفه استعمار این کره زمین، یعنی بازسازی و عمران این کره زمین وظیفه من هست. خب در اینجا خرابکارا هستند، باید جلوشون رو گرفت. در اینجا افرادی هستند که به اصطلاح توانایی دارن اما همت ندارند، باید توشون همت افزود، امر به معروفشون کرد. خب اونهایی که به اصطلاح راه اشتباه میرن جلوشون رو گرفت، دستشون رو نگه دار. چرا؟ چون که آتیش که بزنن، این آتیش خرمن دوشش به اصطلاح ضررش هم به من میرسه هم به دیگران. واسه همین خداوند متعال به ما گفت یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان خودتون و اهلیکم را از آتش جهنم برهانید. اهلیکم علمای لغت میگن این جمع الجمع هست، یعنی خانواده فقط نیست. اهلیکم یعنی خانواده و خانواده هایتان. یعنی چی؟ یعنی خانواده خودم شخصه، خانواده به معنای به اصطلاحی که ما داریم، خانواده بزرگتر که فامیل باشه، خانواده بزرگترش که شهر باشه، خانواده کشوری، خانواده قاره‌ای، خانواده کل امت اسلام، خانواده کل بشر. بله. این دید اسلامه. اسلام رحمت للعالمین هست. واسه همینه که ما وقتی میگیم که به اصطلاح فرهنگ دینیمون نیاز به بازنگری داره، خیلی این رو درک نکردیم. وقتی میایم یک حکمی رو صادر میکنیم چشم بسته و انگار که فقط من در این محدوده کوتاه زندگی میکنم. مثلا من بیام در افغانستان بگم آقا افغانستان همه کشور اسلامی است، همشون مسلمونن، حالا 1% دیگه مثلا کمتر از 1% ما سیخ داریم. خب این سیخ آقا خیلی بده ها، این سیخ ها میان مرده هاشون رو میسوزونن. من بیام این غیر انسانی است، بیام منعشون بکنم. خب من 4 تا سیخ رو منع کردم از این که مرده هاشون رو بسوزونن، اما یادم نره 250 خواهر برادر، 250 میلیون خواهر برادر من در کجا دارم؟ هندوستان. در هندوستان دارم که اونجا مرده هاشون رو مثل مسلمان ها دفن میکنن. اونجا میاد دولت هندو میگه که آقا شما در افغانستان سیخای ما رو نمیزونید که مرده هاشون رو بسوزونن، پس اینجا ما حکومت میذاریم که باید مسلمان ها هم مرده هاشون رو بسوزونن. یعنی یک اشتباه کوچیک من در یک مقطعی از چون که من دیدم تنگ شد. اینجاست که به اصطلاح باید درک کنی که ما یک چرخه فرهنگی دینی هم داریم، همونطور که چرخه آب داریم. یک دین اومد من مؤمن رو ساخت، من مؤمن میام نیاز جامعه اقتضا میکنه که مؤسسات بسازم، مسجد بسازم، مراکز آموزشی بسازم، مراکز نمیدونم قضاوت و دادگستری بسازم، ارتش درست کنم، دولت درست کنم. خب یه دولت اسلامی درست کنم. اما چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته که با مرور زمان، چون که ما انسان هستیم، بینش ها متفاوت، خواسته ها متفاوت. افراد بسیار ناباب در مسیر میان، افراد نمیدونم سودجو میان، اختلاسگرها میان، دزدا میان. این مؤسساتی که من ساختم برای خدمت دین، اینها میشه سربار دین، منحرف میشه، منشش عوض میشه. اینجا نیاز هست که چیکار کنم؟ نیاز هست که من یک بازنگری مجدد بکنم و برگردونم مؤسساتم رو برگردونم به فرد مؤمن، فرد مؤمنم رو برگردونم به وحی ثابت الهی. و اینجاست که دیگه ما نیاز احساس میکنیم که واقعا جامعه ما نیاز به یک بازنگری مستمر. و این بازنگری باید هم از طرف افراد مسئول، فرد مؤمن که گفتین فرد مسئول هست و فرد فعال و پرتلاش و تلاشگر هست و فردی است مثبت نگر نه منفی نگر، باید از طرف چنین یک فرد انسان مؤمن صورت بگیره. جناب دکتر اگر اجازه بدین اینجا همراه با شما و بیننده های عزیز و گرامی یک توقف کوتاهی داشته باشیم، با هم یک میان برنامه ای را میبینیم و پس از میان برنامه باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آمدند و به ما ز دین گفتند، آمدند و به ما ز دین گفتند، صبح تا شب از آن و این گفتند،
جای تبلیغ عشق یا ایثار، قصه آیی ز خشم و کین گفتند. جای تبلیغ عشق یا ایثار، قصه آیی ز خشم و کین گفتند. دشمن زنده را رها کردند، لعن و نفرین به مؤمنین گفتند. جای فکری برای آینده، از گذشته به سوز دین گفتند. جای فکری برای این دنیا، از جهانهای واپسین گفتند. دشمن زنده را رها کردند، لعن و نفرین به مؤمنین گفتند. صبح تا شب ز مرگ دین خواندند، صبح تا شب ز مرگ دین خواندند. خودشان ترک علم و دین گفتند. خودشان رهزنان دین بودند، غرب را دزد در کمین گفتند. خنده‌دار است دشمنان دین، سخنانی چه آتشین گفتند. خودشان رهزنان دین بودند، غرب را دزد در کمین گفتند. خنده‌دار است دشمنان دین، سخنانی چه آتشین گفتند. این خوارج به اسم حزب الله، نام خود با خدا قرین گفتند. فکر اینها شبیه شیطان است، چهره ها نیز این چنین گفتند. این خوارج به اسم حزب الله، نام خود با خدا قرین گفتند. فکر اینها شبیه شیطان است، چهره ها نیز این چنین گفتند. نام علامه را علم کردند، پوشش جهل را چنین گفتند. جای پرداختن به اصل دین، 14 قرن فرع دین گفتند. مغز اسلام را تهی کردند آن فقیهان که این چنین گفتند. جای پرداختن به اصل دین، 14 قرن فرع دین گفتند. مغز اسلام را تهی کردند آن فقیهان که این چنین گفتند. بر شما در ستیز با اسلام، کافران نیز آفرین گفتند. ره به بیراهه می برند این قوم، گرچه از رب العالمین گفتند. واه چه شیطانی است این افکار، گرچه با ناله‌ای حزین گفتند. بر شما در ستیز با اسلام، کافران نیز آفرین گفتند. ره به بیراهه می برند این قوم، گرچه از رب العالمین گفتند. واه چه شیطانی است این افکار، گرچه با ناله‌ای حزین گفتند. فکرشان تیره بود و بیهوده، ذکرشان را به قصد کین گفتند. جاهلند و به نام اهل البیت، سخنانی به کفر عجین گفتند. سخن عقل را کفن کردند، حرف احساس را یقین گفتند. جاهلند و به نام اهل البیت، سخنانی به کفر عجین گفتند. سخن عقل را کفن کردند، حرف احساس را یقین گفتند. دوست چین و شوروی گشتند، ترک اسلام و مسلمین گفتند. هرچه دولت که کافر و گبر است، با شما یار و همنشین گفتند. دوست چین و شوروی گشتند، ترک اسلام و مسلمین گفتند. هرچه دولت که کافر و گبر است، با شما یار و همنشین گفتند. پشت پرده چه کارها کردند، آمدند و به ما ز دین گفتند. پشت پرده چه کارها کردند، آمدند و به ما ز دین گفتند.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع بازنگری فرهنگ دینی. البته جناب دکتر قبل از میان برنامه به مفهوم فرهنگ دینی و بازنگری دینی و همچنین اینکه چرا نیاز به بازنگری در فرهنگ دینی داریم اشارات کردند و سوال بعدی که جناب دکتر مطرح میشه است که ما چه وقت و میشه گفت در چه شرایط نیاز به تجدید فرهنگ دینی داریم یا فرهنگ دینی نیاز به بازنگری پیدا میکنه؟ ببینید استاد سکر عزیز، ما یک دین داریم بله که اسلام باشه. بله. اسلام رو بیایید تشبیه بدیم به یک معدن طلا. بله. خب یه معدن بزرگ طلاست. از این معدن هر شخصی میاد بنا به نیازها و قدرت‌های خودش برداشت میکنه. یکی توانمندی بسیار بزرگی داره، یک نوع دستگاه و ماشینالات بسیار قوی داره. این میاد از این طلا، از این معدن طلا رو میگیره. طلا همراه صاف نیست، خب همراه با سنگ و با به اصطلاح ناخالصی هاست. این میاد با همین ماشینالاتش روزانه تعداد زیادی طلا رو استخراج میکنه. یک کسی دیگه هست کلنگی دستش گرفته، این میاد با کلنگش طلا استخراج میکنه. یک کسی بیلچه‌ای داره، یک کسی به اصطلاح بولدوزری داره، یک کسی به اصطلاح به هر حال هست به اصطلاح قدرت‌های مختلف میاد از این معدن طلا برمیگیرن. دقیقاً همین حالت رو ما در به اصطلاح روند رشد فرهنگ دینی خودمون داریم. چه قسم؟ بی معنا که مثلا ما یک متون ثابت اسلامی که همون قرآن و سنت معدن طلا باشه رو داریم، اما اصل رو داریم. اما بعضی از افراد میان میگن آقا طلا طلاست دیگه، همین طلا رو میگیرن با همون به اصطلاح سنگش، یعنی آقا این طلاست. یعنی یک بینش کاملا ظاهری مسلک از دین دارن، نمیخوان که به اصطلاح دین رو نمیتونن بیارن بست بدن به جامعه، در همون قالب خودشون رو در یک قالبی که مفهوم این دین نیست، برداشت اونها از دین هست، خودشون رو در از برداشتی که از دین دارن یک لباسی درست میکنن، خودشون رو به زور در همین لباس جا میدن، میخوان جامعه رو هم در این لباس جا بدن که با مشکل روبرو میشن. خب این میشه که کم کم خودشون از جامعه به حاشیه رانده میشن. این نوع برداشت ها رو ما در جامعه، در متن جامعه نمیتونیم داشته باشیم، خود به خود اینها به حاشیه میرن. برخی دیگه هستن که میان برداشت های بسیار عجیب و غریب از دین میارن که همون برداشت های چون که درک نمی کنن که طلا اصلا چی هست، این معدن چی هست، میان در همون به اصطلاح قفسه صندوقچه‌ای که خودشون دارن از عقلشون اون رو میان تعویل و تفسیر میکنن که یک تفسیرهای بهشون میگفتن در طول تاریخ میگن برداشت‌های باطینی از دین. باطینی. این برداشت‌هایی که به اصطلاح نه زبان عربی اونها رو قبول داره، نه قرآن و سنت اونها رو قبول داره، اینها در یک فضای به اصطلاح مندرآوردی و در یک خواب و خیالاتی زندگی میکنن که این مذاهب باطینی به وجود میاد. با عرض پوزش در بین این دوتا یه برداشت‌های وسطی هست که اونها میان یک سعی میکنند یک ناخالصی ها رو از خالصی ها جدا کنند و بنابر پیمان بزرگ اسلام، پیام بزرگ اسلام دید بسیار گسترده‌ای داشته باشند که آقا این دین برای من و توی مسلمون تنها نیست، این دین برای جامعه من و کشور توی تنها نیست، این رحمت للعالمین هست. این دین اومده که تمام اقشار بنی آدم با تمام اندیشه ها و افکار و دیانت ها و فرهنگ ها و همه اینها رو مدیریت کنه. بله. پیامبری که وارد مدینه شد یک قشر از جامعه مدینه مسلمان ها بودند که اون جامعه مدینه اون زمان یک جامعه پربحران بود،
مهاجرین بودن، انصار بودن، تیره‌های مختلف بودن، قبایل مختلف بودن، فرهنگ‌های مختلف بودن، مهاجرین غفاری بودن، اونهایی که از این ور اونور اومدن. خب یک کاملا یک به اصطلاح خلطه سالادگونه‌ای بود. این بود. غیر از این مشرکین بودن، یهود بودن. غیر از اینها یک جزئی، یک قشری از این جامعه بودن. در کنار اینها مشرکان بودند و مشرکان هم تیره‌های مختلف و به اصطلاح قبایل مختلف داشتند که با هم در ستیز بودند. در کنار اونها قدرت‌های بزرگ به اصطلاح یهودیان بودند که هم اسلحه داشتند، هم به اصطلاح اقتصاد داشتند و هم مهارهای مشرکان در دست اینها بود که هر کسی رو بخواستند با دیگری به جنگ مینداختند. خب با این وجود اومد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک پیمان نامه ای رو، یک اساس نامه ای رو برای این شهر گذاشتن که همه با اختیار خودشون اومدن این رو امضا کردن بدون اینکه هیچ اجباری اونجا باشه، چون که این قدرت اجبار رو پیامبر و مؤمنان نداشتن. بله. خب یعنی چی؟ یعنی اینی که همه دیدن که اسلام یک بینشی داره، یک راهکاری داره که این راهکار شمولی هست و برای همه مردم از یک دولت چه میخوان؟ امنیت میخوان، رفاه میخوان. الان این شخص اومده برای ما امنیت و رفاه رو تأمین میکنه. بله. پس چه اشکال داره که من این رو به عنوان مدیر جامعه خودم بپذیرم؟ همه قبولش کردن، امضا کردن بر پیمان نامه‌ای که پیامبر، اساس نامه‌ای که پیامبر می‌نویسه. یعنی چی؟ یعنی امضا کردن به قبولیت مدیریت جامعه، سپردن رهبریت این جامعه به پیامبر. این مدینه یثرب شد مدینه الرسول، یثرب شد اولین دولت اسلامی. اولین دولت اسلامی یه دولت مشکل از تمام اجناس و عرب هست و عجم هست و یهود هست و منافق هست و کفار هست و مشرکین هست و نمیدونم و تیره‌های مختلف مسلمون ها. اینجوری مدیریت یک جامعه رو اسلام میسازه. اما وقتی که ما میایم در بین خودمون نگاه میکنیم میبینیم نه، ما این بینش رو نداریم. چرا این بینش رو نداریم؟ همپذیری رو نداریم. چون که ما کلید رو گم کردیم. کلیدی که ما رو میرسونه به فهم درست اینه که ما بیاییم بین وحی و تاریخ جدایی بندازیم. وحی اون چیزی هست که خداوند متعال برای ما فرستاده. بله. و ما در مقابل اون مسئولیم. بله. قصه های تاریخی که برای ما اومده، اولا در نزاهت و صداقت اونها حرف هاست. ثانیاً اگر هم کلاً دقیقاً درست باشه کار بشره. افرادی چون ما بنا به دلایلی آقا با هم جنگیدن، آقا با هم نمیدونم امروز این مثلا بیانگر یک نوع تخلف فهم و شعور ماست که ما بیاییم امروز من با یک برادر هم کشوری خودم، هم مثلا دیانت خودم بیاییم با هم بجنگیم، نمیدونم خون بریزیم. چرا؟ چون که یزید و پسر عموش امام حسین در کربلا به جون هم افتادن. بابا اونا از یک خانواده بودن، خیش بودن، حالا برای یک دولتی با هم می جنگیدن، برای یک بینش اشتباهی با هم، سوء تفاهمی بود، نمیدونم آقا هر چه بود. خب اون یک قصه تاریخی است. واقعیت آن ما در مقابل اون هیچی به اصطلاح هیچ مسئولیتی نداریم. روز قیامت خداوند من رو نخواهد پرسید که چرا یزید با امام حسین درگیر شد یا چرا امام حسین با یزید درگیر شد. اون تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. این منهج قرآن هست. جالب این است که این آیه رو در سوره بقره در نهایت جزء اول خداوند متعال دو بار تکرارش میکنه که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت. اونا امت‌هایی بودن، ملت‌هایی بودن که رفتن، اون چیزی که بود کسب کردن. به شما چه؟ ولکم ما کسبتم. اما شما در مقابل اون چیزی که انجام میدید مسئول هستید. میایم به سراغ یک مسائل رو مطرح میکنیم. آقا حضرت ابوبکر اولا بود به خلافت یا حضرت علی؟ خب به من و تو چه؟ امروز یک مسئله تاریخی بود که در زمان خودش اون افرادی که شما من و تو مطمئن هستیم که اینها عقل کل بودن،
اینها افرادی بودند که پیامبر اونها رو تربیت کرده بود. اونها اومدن یه مسئله بود خودشون حل و فصلش کردن، نه با هم جنگیدن، نه با هم کدورت داشتن، با از همدیگه ازدواج میکردن، با همدیگه خوش و باش بودن. امروز ما میاییم به اسم اونها تجارت میکنیم و خون ریزی برام میندازیم. این نیاز بیانگر چه هست؟ بیانگر این است که ما نیاز داریم که همواره این فرهنگ دینی خودمون رو تجدید کنیم. اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنه من یجدد امر دینها، که این دین و این فرهنگ دینی نیاز به بازنگری های عمیق داره، تا آنجا که در هر قرنی یک نوع تغییر و تحولاتی باید به وجود بیاد که این تغییر و تحولات در زمینه‌های مختلف میشه. ما میبینیم در هر قرنی، در هر به اصطلاح مقطع زمانی میبینیم که افرادی میان از نظر سیاسی یک تجدید و تحولاتی میارن، از نظر کار و فعالیت‌های دینی یک تغییر و تحولاتی رو عرضه میکنن، از نظر این شیوه به اصطلاح بحث دادن احکام خداوند یا فقهیات دین میبینیم یک تغییر و تحولاتی به وجود میاد و به همین صورت این چرخه ادامه پیدا میکنه که دین اسمتش رو از دست نده. جناب دکتر، ما در برهه‌های مختلف زمانی آیا فرهنگ دینیمون، آیا اندیشه دینیمون دچار جمود شده و اگر شده اسبابش چی بوده؟ همیشه که فرهنگ باز مثل اسلام که یک به اصطلاح دید شمولی هست که تمام نیازهای بشر در تمام زمانها و تمام مکانها رو در بر میگیره. اسلامی که به اصطلاح اومده امروز، همون اسلام نیاز جامعه‌ای مثلا مثل جامعه افغانستان هست و همین اسلام نیاز به جامعه‌ای مثل مدرن ترین کشور اروپا است. به یک اندازه، به اندازه‌ای که افغانی نیاز به اسلام داره و درک اسلام به همون اندازه ایرانی داره، به همون اندازه ترک داره، به همون اندازه فرانسوی داره. این برنامه زندگی مال نمیدونم عرب یا عجم یا فلان قبیله که نیست، رحمت للعالمین هست، برای تمام بشریت هست. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خطبه وداع خطابشون یا ایها الناس بود، ای مردمان. پس خطاب برای همه مردمان هست. خب چه شده است که امروز ما عقب گرد زدیم؟ ببینید در ابتدای اسلام وقتی میبینیم در برهه‌های زمانی، در مقاطع زمانی بسیار کوتاه اسلام میرسه به کجا؟ به اندلس میرسه، به فرانسه میرسه، نمیدونم به چین میرسه، به تمام دنیا گسترش پیدا میکنه. بله. چه شده است که امروز به جای اینکه گسترش پیدا کنیم به صورت، در حالی که امروز هم اسلام داره در حال گسترش هست، بله، اما این گسترشش به صورت گسترش فردی هست. افراد بنا به اصطلاح مطالعات خودشون اسلام رو قبول میکنند و این چون که رشد فکری جوامع بشری بالاست، خب این عدد هم، این آمار هم بالاست. در مقابل در کشورهایی که نوعی از تخلف فرهنگی مواجه هستند، خب ریزش دینی هم ما داریم. اما این جمود از کجا اومد؟ این چی شد که ما تو خودمون گم شدیم؟ یکی از اسبابش این بود که ما شکست‌های سختی خوردیم. در مراحلی از زمان یک ضربه‌های بسیار شدیدی بر پیکر اسلام وارد شد، مثل حمله‌ای که مغول‌ها بر جهان اسلام داشتند. وقتی که مغول‌ها به جهان اسلام حمله کردند، علما و اندیشمندان بسیاری رو کشتند، کتابخانه‌ها رو سوختند فلان. این رو وقتی که اون مسلمون در اون به اصطلاح بره از زمان میدید، دچار به یک نوع ناامیدی شد، یک نوع اعتماد به نفسش رو از دست داد. اون مسلمون فاتح شد به یک مسلمون مغلوب. همچنین در امروز هم جناب دکتر چون این ذکر کردین، ما در عین یک وضعیت قرار نداریم که امروز هم مسلمانان دچار یک ناامیدی و مایوسیت شدن از وضعیتی که در جهان حکم فرماست، به خصوص در کشورهای اسلامی یا در قلمرو کشورهای اسلامی. در قلمرو کشورهای اسلامی ما دو نوع
به اصطلاح افراد داریم. یک نوع انسانهایی که با پتکدین زیر حکومت پتکدین بودن. اینها چون که ظلم و ستم و استبدادی که به نام دین بر اینها اعمال میشد، بله اینها خودشون رو باختن و میبینیم که فرار میکنن به کشورهای غربی، فرار میکنن به هر جایی که بشه یه نفس کشید. بدور از این به اصطلاح فرهنگ استبداد دینی که در واقع دین اسلام اسمش هست، اسلام یعنی سلامتی، یعنی آسایش، میاد به اصطلاح انسان سودجو این رو اسلام رو میاره یک پتکی قرار میده برای استبداد خودش. یک دیکتاتور میاد به اسم اسلام استبداد میکنه، این میشه که مردم از دین به اصطلاح فراری میشن. اما یک به اصطلاح جزء دیگری از جامعه بشری داریم که اون حکومت هایی که در اونها دین حاکم نبود، استبدال لادینیت، سکولاریسم حاکم بود، مثل کشورهای مثل مصر، مثل کشورهای مثل سوریه، عراق. این کشورها چون که ظلم و ستم که بر اینها وارد شد، اینها دین به اینها ظلم نکرد. کسی که به اینها ظلم کرد استبداد لادینیت بود. در نتیجه اینها فرار کردن به سوی دین. الان مثلا در کشوری که مثل سوریه دم از جهاد زده میشه. جهاد ذروت سنام اسلام هست. بله. یعنی بالاترین تاپ اسلام، بالاترین نقطه قلعه اسلام هست. یعنی اینی که این جامعه ای که در زیر فشار سکولاریسم بود، این رفت برید به قلعه اسلام رسید. پس اینجا ما نوعی بازگشت به اسلام داریم و در کشورهای مثل ایران نوعی گریز از اسلام داریم. خب اینجا سوالی که اینجا مطرح میشه جناب دکتر که پس اسباب ریزش مذهبی در ایران، یا میشه به تعبیر دیگری بگیم اسبابی که امروز ما میبینیم که عده زیادی از ایرانی ها، جوان های ایران، بخصوص طبقه نسل جدید ایران از دین میگریزند، دین گریزی در میانشان حکم فرما شده و حتی به مرحله رسیده که اینها دارند دست به دین ستیزی میزنند، علیه دین تبلیغ میکنند و این در حالی است که در ایران حکومت به نام حکومت جمهوری اسلامی حکم فرماست. اسبابی چیست؟ ببینید ایران قضیهش با سایر کشورهای اسلامی فرق میکنه. در کشورهای دیگر اگر ما نیاز به بازنگری در فرهنگ دینی داریم، در ایران ما نیاز به تشکل نوین یک فرهنگ دینی داریم. ما نیاز داریم که دین رو در ایران از نو معرفی کنیم. جامعه در حالی که میگن اسلام ناب در ایران حکم فرماست. اسلامی که در ایران هست یک اسلام برهانی استدلالی نیست. میگن اسلامی است که امروز اسلام فراگیر است. مثلا میگن حکومت و اصطلاح جمهوری اسلامی امروز در عرصه های مختلف تکنولوژی، نظامی و علمی دستاوردهای بزرگ داشته، دستاوردهای چشمگیر داشته و اسلام ناب هم ایجاب میکنه که به چنین دستاوردهای دست پیدا بکنن. باز با وجود این چرا ما میگیم که مثلا شما میگین جناب دکتر که نیاز به دین داره اصلا؟ ببینید شعار یه چیزی هست، واقعیت عمل یه چیزی دیگه است. ما در ایران یک ایدئولوژی بسته داشتیم که این ایدئولوژی بسته جز خودش رو نمیدید. ایدئولوژی که تنها گمان میکرد که به اصطلاح دنیا روی به اصطلاح نوک بینیشون هست. تصوری که ما در ایران داشتیم تصور یک همون حکایت قورباغه اصفهان بود که یک قورباغه داخل یک چاه زندگی میکرد، فکر میکرد که این چاه تمام دنیاست، بالا آسمون، پایین زمین، این هم دنیا. خب این قورباغه اصفهان الان رشد کرده. الان ما به اصطلاح با یک قورباغه مدرنیزه در اصفهان روبرو هستیم. اون قورباغه‌ای که اینترنت داره، اون قورباغه‌ای که از جهان بیرون هم خبره. بله. خب اینه که و در آستانه رسیدن به سلاح هسته‌ای هم هست. آفرین. اینی که به اصطلاح ما بخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشیم، این دلیل بر این نیست که ما قدرت داریم. این دلیل بر این است که منی که کسی من رو نگاه نمی‌کنه،
نیاز داره که هارت و پورتی به راه بندازم تا بگم منم هستم. الان ما سلاح هسته‌ای به اصطلاح درست میکنیم، هنوز یاد نگرفتیم تو کشور خودمون مثل انسان زندگی کنیم. ما مثلا یک کشور، انسان ها از کشور چی میخوان؟ از یک دولت چی میخوان؟ آسایش میخوان، امنیت میخوان. ما دو سیستم دولت مداری داشتیم. یه سیستمی بود که تقریبا 2 قرن پیش ساعد بود در جهان که آقا من میرفتم حمله میکردم به یک محوطه جغرافیایی، این محوطه رو تسخیر میکردم، میگفتم آقا این کشور من، بله. من اینجا حکومت میکنم، همه افرادی که در این محوطه قرار دارن باید، چون که من نیرو دارم، همه باید تابع من باشن. این یک نوع دولت مداری بود که در زمان خودش پذیرفته شده بود و مردم هم قبول داشتن، در حال این نیروی قدرتمند هست، ما هم مجبور بودیم تابع اون باشیم، همون حالت امپراتوری. الان 2 قرنه که ما با یک شیوه جدیدی از دولت مداری روبرو هستیم، شیوه همزیستی. قدیما مثالش این بود که مثلا طرف می اومد، من می اومدم یه آپارتمان می خریدم، این آپارتمان از منه، مال منه، افرادی که میخوان تو این آپارتمان زندگی کنن منم که تشخیص میدم آقای جناب استاد صیقل شما باید در طبقه 20 اتاق 5 سکونت داشته باشید، میخوای بفرمان، نمیخوای جای نداره، این مال منه، منم که براشون خط و نشان میکشم. اما الان نه، الان شیوه همزیستی است. یعنی چی؟ یعنی اینه که ما یه آپارتمانی، ما همه یه آپارتمانی اشتراکاً خریدیم، این آپارتمان مال همه ماست، الان با هم میشینیم و میگیم که آقا فلانی کجا بشینه، کدوم به اصطلاح ساخته به اصطلاح طبقه یا فلان آپارتمان مال کی باشه، خب فلان واحد مال فلانی باشه یا مال اینه که ما، چون که این مال ماست، مشترک است. این شیوه دولت مداری نوین هست که الان شما میرید در هر کشور اروپایی 2 سال 5 سال هست به قانونی که اونجا هست، شما میشید به اصطلاح ملیت میگیرید و اجازه نمیدید که در اون کشور به چشم یک به اصطلاح ملیت غیر شهروند به شما نگاه کرده بشه. الان مثلا ما میبینیم که مثل آقایی مثل اوباما از کینیا میاد، کسی که متولد آفریقاست، در اندونزی زندگی میکنه، در پاکستان نمیدونم مادرش کار میکنه فلان، نهایت میشه رئیس جمهور آمریکا. با وجود همین که یک به اصطلاح هنوز هم ما تبعیض نژادی تا حدودی در آمریکا داریم، هنوز ظلم و ستم هست، استبداد هست، آمریکا که مزینه فاضله افلاطونی که نیست، با این وجود جامعه رشد کرده. این جای جامعه در حال رشدی ما داریم و در کشورهای خودمون افغانی که 30 و اندی سال در ایران زندگی کرده، در ایران به دنیا اومده، از 30 سال پیش پدر سوخته بود تا الان که 30 و اندی سال میگذره بازم پدر سوخته است. جنایت این افغانی که در ایران هست چی هست؟ جنایتش اینه که کشورش رو سپربلای ایران کرد. روسیه که میخواست به ایران بیاد و به آبهای آزاد برسه، این افغانی اومد کشورش رو سپربلای ایران کرد، خودش به اصطلاح برادرش اونجا جنگ میکرد، یک برادر اومد تو ایران برای امرار معاش خانواده، چون قرار به جای اینکه ایران مثلا تامین زندگی اونا رو میکرد، این کارو نکرد، اومد این با بیل و کلنگ خودش داره از سنگ خارا نونشو در میاره، با این وجود پدر سوخته است و تا هیچ گونه حقوقی نداره. اینجا نه این خود ایرانی الان هنوز همون به اصطلاح تصور زمانهای پوسیده گذشته رو داریم. چرا؟ چون که دید تنگ هست، بینش تنگ هست. مایی که به اصطلاح ادعا میکنیم دین برای همه بشریت هست، رحمت للعالمین هست، شدیم مردم از ما متنفر شدن، ما شدیم در محاصره اقتصادی، ما شدیم در محاصره سیاسی. یعنی چی؟ یعنی جامعه بشری از ما بیزار هست، جامعه بشری از ما متنفر شده. برای چی؟ برای اینکه ما ببین جامعه از چی که انسان‌ها کیه که از انسان خوب بدش بیاد؟ بله. در همون بدترین حکومت ها میبینیم آقا یک کسی داره نماز میکنه همه ازش خوشش میاد، آقای راستگو هست، صادق و امین هست، همه از صادق و امین خوششون میاد، اما همه از قالتاق، از نمیدونم ویرانگر، از این بدشون میاد.
اینی که ما وقتی دم از ایران میزنیم، چرا؟ چون که در ایران اصلا دین نیاز به بازسازی نه، نیاز به بازبنا داره. به این معنا که ما در ایران یک دین تقلیدی مندرآوردی داریم که هرگز فکر نکردیم که آقا این دین از کجا اومد. خداوند متعال در اولین آیات سوره بقره میفرمایند الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. این قرآن کتابی است که در اون جای بحث نیست. هدی للمتقین، این راه هدایت و برنامه زندگی متقیان هست. متقیان کیا هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. الذین یؤمنون یعنی شرط اساسی این است که ایمان دارند. ایمان بر پایه استدلال و منطق عقلی میاد. ما نیومدیم در ایران یک دینی رو بر پایه برهان و استدلال عقلی پای ریزی کنیم. الان چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که افتاده همینه که قورباغه اصفهان اینترنت دار شده. الان نمیشه ملت ایران رو گول زد. الان نمیشه به ملت ایران خندید و قصه های مندرآوردی و تاریخی کربلا رو زد به سرشون و اونها رو چاپید. در ایران اون چیزی که به اصطلاح ما شاهدش هستیم عدم شناخت درست دین هست. یه آخوندی به خاطر منافع شخصی خودش دین رو دزدیده. خب اگر مردم میخوان دین رو یاد بگیرن، منابع دین چی هست؟ قرآن هست اولش. بله. آخوند میاد به جامعه تلقین میکنه که این قرآن غیر قابل فهم هست، تو نمیفهمی. یعنی چی؟ یعنی ای ایرانی، آخوند داره به ملت ایران بدترین اهانت رو میگیره. میگه ای ایرانی، تو اینقدر کودن و نفهم هستی که پیامی رو خدایت برای تو فرستاده، نامه ای رو خداوند برای تو فرستاده، تو یک کودن نفهم این رو نمیفهمی. خب من چی کار کنم؟ خب تو یه آخوند که میفهمی به من یاد بده. نه 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 نه، منم نمیفهمم. کی میفهمه؟ امام مهدی. امام مهدی کجاست؟ میگه مثل کرم خاکی که خزیده توی زمین رفته پنهان شده. پیام رو خدای من میفرستاده برای من بنده و من بنده باید منتظر بشم. وقتی میایم این مفکوره امام مهدی و امام منتظر رو دنبالش میگردیم، اقبال خیلی چیز جالبی میگه. اقبال لاهوری اندیشمند و فیلسوف شرق در مورد اسباب تخلف جامعه اسلام و جمهوری اسلامی میگه که از مجوسیت میراث مجوسیت برای برخی از دیانت‌های منحرف چی بود؟ انتظار کردن برای یک کسی که بیاد ما رو نجات بده. این در دین اصلا بی‌معناست. دینی که به توی مؤمن میگه که حرکت بکن، دینی که برای توی مؤمن جهاد رو قرار داده که حرکت بکن، تلاش بکن. ای مؤمن، تو در مقابل دیگران مسئولی، نه در مقابل خود تنها، در مقابل دیگران. دینی که به تو میگه وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، دینی که به تو میگه کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما مسئولید، شما باید حرکت کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو این نجات دهنده. هر فرد مؤمن نجات دهنده خودش هست. هر فرد مؤمن این طاقت و قدرت و توان رو داره که دنیا رو دگرگون کنه. میگه نه نه نه، تو حرکت نکن، تو دست و پا چلفتی، تو بی‌مصرفی، تو ارزش نداری. منتظر باش که از زیر خاک یک امامی میاد که اون امام تو رو نجات بده. خب این ببین. تشکر جناب دکتر. اگر اجازه بدین یک توقف کوتاهی باز هم همراه با بیننده های عزیز و گرامی می داشته باشیم و پس از این میان برنامه انشالله بار دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مرد حر. مرد حر محکم ز ورد لا تخف، ما به میدان سر به جیب او سر به کف. مرد حر از لا اله روشن ضمیر، می نگردد بنده سلطان و میر. مرد حر چون اشتران باری برد، مرد حر باری برد خاری خورد.
مرد حر چون اشتران باری برد، مرد حر باری برد خاری خورد. پای خود را آنچنان محکم نهد، نبض ره از سوز او برمی جهد. جان او پاینده تر گردد ز موت، بانگ تکبیرش برون از حرف و سود. هر که سنگ راه را داند زجاج، گیرد آن درویش از سلطان خراج. گرمی طبع تو از صهبای اوست، جوی تو پرورده دریای اوست. پادشاهان در قباهای حریر، زرد رو از سهم آن عریان فقیر. سر دین ما را خبر او را نظر، او درون خانه ما بیرون در. ما کلیسا دوست ما مسجد فروش، او ز دست مصطفی پیمان نوش. نیمغان را بنده نی ساغر به دست، ما تهی پیمانه او مست الست. چهره گل از نم او احمر است، ذاتش ما دود او روشنتر است. دارد اندر سینه تکبیر امم، در جبین اوست تقدیر امم. قبله ما گه کلیسا گاه دیر، او نخواهد رزق خویش از دست غیر. ما همه عبد فرنگ و عبدهو، او نگنجد در جهان رنگ و بو. صبح و شام ما به فکر ساز و برگ، آخر ما چیست تلخی های مرگ. در جهان بی ثبات او را ثبات، مرگ او را از مقامات حیات. اهل دل از صحبت ما مضمحل، گل ز فیض صحبتش دارای دل. اهل دل از صحبت ما مضمحل، گل ز فیض صحبتش دارای دل. کار ما وابسته تخمین و ظن، او همه کردار و کم گوید سخن. کار ما وابسته تخمین و ظن، او همه کردار و کم گوید سخن. ما گدایان کوچه گرد و فاقه مست، ما گدایان کوچه گرد و فاقه مست. فقر او از لا اله تیغی به دست. ما پر کاهی اسیر گردباد، ضربش از کوه گران جویی گشاد. محرم او شو ز ما بیگانه شو، خانه ویران باش و صاحب خانه شو. شکوه کم کن از سپهر گرد گرد، زنده شو از صحبت آن زنده مرد. صحبت از علم کتابی خوشتر است، صحبت مردان حر آدمگر است. مرد حر دریای ژرف و بیکران، آب گیر از بحر و نی از ناودان. سینه این مردمی جوشد چو دید، پیش او کوه گران یک توده ریگ. روز صلح آن برگ و ساز انجمن، روز صلح آن برگ و ساز انجمن. همچو باد فرودین اندر چمن. روز کین آن محرم تقدیر خیش، گور خود می کندد از شمشیر خیش. ای سرت گردم گریز از ما چو تیر، ای سرت گردم گریز از ما چو تیر. دامن او گیر و بیتابانه گیر، می نروید تخم دل از آب و گل. بی نگاهی از خداوندان دل، اندر این عالم نیرزی با خسی. تا نیاویزی به دامان کسی.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما هستیم و در وقتی که باقی مانده انشاءالله صحبت‌های شما عزیزان را نیز خواهیم داشت و احمد جان عزیز همین لحظه تلفن‌های برنامه را زیرنویس می‌کنم تا شما عزیزان بتوانید سوالات، پرسش‌ها و نظرات خود را در ارتباط به موضوع برنامه مطرح کنید. منتظر شما عزیزان هستیم. خب جناب دکتر، قبل از میان برنامه داشتیم در ارتباط به اسباب ریزش مذهبی در ایران و اسباب دینگریزی به ویژه نسل جوان و پژوهشگران در ایران صحبت می‌کردیم. بفرمایید. در واقع ما در ایران مذهب گریزی داریم و مذهب ستیزی، نه دین گریزی. اونهایی که مثلا از این مذهب فرار میکنند به مسیحیت مثلا یا سکولاریسم میرند یا دیگه، خب اونها از یک فضای بسته به یک فضای بازتر در واقع رفتن. اما اونهایی که به اصطلاح دین رو باز میشناسند و به سوی دین میارن، که ما هر روز به اصطلاح شاهد افرادی هستیم که به شبکه وصال حق به اصطلاح تلفن میکنند و اعلام هدایت میکنند. شما وقتی اینها رو میشنوید که چطور حرف میزنند، با یک نیروی تمام، یک جوانهایی هستند فریخته، اندیشمند، که دین رو بر مبنای برهان و دلیل قبول کردن. فرق بین کسی که دین رو بر مبنای عقل و برهان و دلیل قبول میکنه و بین کسی که یک میراثی براش رسیده، یه فرهنگ منحرفی بهش رسیده پر از غبار و به اصطلاح شکسته ها و یک مچاله شده، فرهنگ مچاله به نام دین به اون داده شده. فرقه. گفتیم که اولین موردی که به اصطلاح باعث این ریزش مذهب میشه همون عدم شناخت درست اسلام بود که به اصطلاح آخوند اومد دین رو دزدید، رابطه بندگان رو با قرآن که به اصطلاح دستورالعمل بود قطع کرد، رابطه مردم رو با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که به اصطلاح تکامل دهنده مفاهیم قرآنی و ارزش‌های قرآنی بود، اون رو هم قطع کرد. آقا ما میخوایم که ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار کردن. میاد به اصطلاح آخوند معرفی میکنه که پیامبر یک انسان شکست خورده ای بود که هیچ کاری از دستش بر نیومد. 23 سال دعوت کرد، بعد از 23 سال دعوتش 5 نفر بهش ایمان آوردن که اون 5 نفر هم مظلوم و مچاله شده بودن در جامعه. پس زندگی پیامبر رو کی برای ما منتقل میکنه؟ صحابه همه رو از دین زدن، دور کردن و مردم رو، جامعه رو از صحابه و یاران و مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که یک مکتب فاشل و شکست خورده اون رو معرفی میکنن، جامعه رو از اون منحرف کردن. پس ما در کنار این یک فشارهای مضاعفی اومد وقتی که آخوند اومد حکومت رو در ایران به دست گرفت. در ایران، در ذهن ایرانی، در سایه به اصطلاح حکومت ولایت فقیه، دین یعنی چی؟ دین یعنی سرکوب، دین یعنی نابودی، یعنی ویرانی، یعنی رشد بیکاری، رشد طلاق، رشد اختلاس، آمارهای سرسام‌آور دزدی، اختلاس، رشوه‌خواری، راندخوری، همه اینها در ذهن یک جوان ایرانی شد به اصطلاح دین. این شد که به اصطلاح می‌بینیم که جوان ما فکر میکنه که فرار کنم به سوی چی؟ به سوی آزادی. آزادی رو کی میده؟ سکولاریسم. سکولاریسم وقتی میریم مثلا وقتی که منابع و عمده های سکولاریسم رو درش میبینیم، آقا مثلا میره چهچه میزنه برای اسرائیل. نظام صهیونیسم با نظام صفویت هیچ گونه تفاوتی نداره. این صفوی ها در ایران به نام دین و مذهب دارن حکومت میکنن، صهیونیست ها در اسرائیل نشین. کلمه اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیه السلام، یعنی اسم کشور اسم دینی هست. در اسم پیامبر از پیامبرای به اصطلاح بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل یعنی فرزندانی به اصطلاح حضرت یعقوب علیه السلام. اسرائیل اسم کشور یعنی اسم کشورشون هست حضرت یعقوب علیه السلام. پرچم اسرائیل رو که می‌بینیم نجمه به اصطلاح داوود هست، یک به اصطلاح شعار دینی. میایم در اروپا میبینیم که بیش از 17 کشور اروپایی پرچمهاشون صلیبه. آقا انگلستان صلیبه، کانادا صلیبه، فنلاند صلیبه، نمیدونم کشورهای دیگه به اصطلاح در اروپا بیش از 17 کشور، یعنی اونجا هم از دین استفاده ابزاری میشه برای رساندن به اصطلاح مفاهیم خاص خودشون به جامعه. این جوون ما از اینجا فرار میکنه به اون کشورهای سکولاریسم. وقتی میایم میگیم آقا سکولاریسم یعنی چی؟
میان گولش میزنن جوان ما رو که آقا سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست. این حرف قدیم بود، وقتی بود که کلیسا، فرق کلیسا یا به اصطلاح با آخوند همین هست که پاپ کلیسا یک آز و طمع بسیار بزرگی داشت. این آز و طمع اون رو واداشت به ترویج بدعت‌ها و خرافات. این بدعت‌ها و خرافات اینقدر دست و پا پیش بود برای انسان که انسان اینها رو شکست، بیرون ریخت و گفت آقا نخواستم کلیسا مال خودت، بذار که من زندگی کنم. اینجا شد که فرار کرد از کلیسا. من در جامعه خودمون هم چی داریم؟ این بدعت‌ها و خرافات اینقدر دست و پاگیر شده. الان دیگه جامعه میبینه که آقای خامنه‌ای وقتی مریض میشه یک بیمارستان ویژه داره با یک به اصطلاح اکیپ ویژه از بهترین پزشکان کشور. همین آقا و همه مراجع وقتی که به اصطلاح من بیمار میشم میگن برو پیش امام رضا. من باید برم به اصطلاح پیش قبر از یک مرده بخوام که منو درمان کنه. خودش اگر واقعا راست میگه خودش چرا نمیاد؟ خب آقای به اصطلاح رفسنجانی رو ترورش کردن، بعد گفتن آقا چی شد؟ نمیدونم آقا پزشکا بهش نرسیدن، سر وقت نرسیدن. خب امام رضا که پیشش بود، دم گوشش بود، چرا به دادش نرسید؟ امام مهدی که هر روز اینا تو یک سفره با هم غذا میخوردن، چرا به دادش نرسید؟ امامو که همه اینه که به اصطلاح در کشور میاد مثلا 8000 امامزاده به اصطلاح ثبت نام شده که مالیات میدن به کشور، 16000 امامزاده که به اصطلاح مالیات نمیدن. که الان حکومت به اصطلاح دعواش این نیست که چرا آقا 16000 امامزاده دارید، دعواش اینه که آقا چرا این امامزاده ها که به اصطلاح ثبت نشدن که مالیات بدن. خب میان ما مسخره عالم و آدم میشیم که عرب ها میان میگن که آقا چی شده که همه این امامزاده ها قبراشون تو ایران پیدا میشه؟ اماما عرب بودن، امامزاده ها تو قبراشون تو ایران میشه. میگن بله آقا این به اصطلاح امامزاده ها بچه‌هاشون و اماما بچه‌هاشون رو میفرستادن برای ادامه تحصیل به ایران، اونجا مردن، قبراشون اونجا به اصطلاح ثبت شد. ما شدیم مضحکه آدم و آدم. یعنی اینی که بعد میایم به اصطلاح سکولاریسم رو معرفی میکنیم بر پایه این در اون جامعه بود. امروز سکولاریسم به معنای دور کردن ارزش‌های اخلاقی از زندگی بنی آدم. یک انسانی رو به جامعه بنی که هیچ گونه ارزشی در جامعهش نیست، نه اخلاقی، نه اعتقادات و نه باورها و نه یک مهارهایی که اون فرد رو کنترل کنه و جامعه رو شکل بده و جامعه به اصطلاح بتونه حرکت کنه. این که از اسبابی به اصطلاح بود که به اصطلاح استفاده ابزاری صفویت از دین و از مذهب، که این مذهب رو بر جامعه به اصطلاح به زور تحمیل کرد و این باعث شد که به اصطلاح جامعه فرار کنه. یه مورد دیگه ای که هم به اصطلاح در جامعه بروز کرد در فضای این بدعت‌ها و خرافات و مندرآوردی‌ها، یک جمودی بر جامعه حاکم شد که به اصطلاح تصور جامعه یک شد تصوری به اصطلاح که غیر قابل مدیریت جامعه هست. همه چیزای مندرآوردی که ببینید یک نوع تصوف تشیعی که ما داریم واقعا مسخره است. اقبال یک قصه بسیار زیبایی رو مطرح میکنن در کتاب تجدید تفکر اسلامی. میگن که تجدید تفکر دینی یا احیای تفکر دینی، میگن که یک شاعری بود صوفی مشرب به نام عبدالقدوس نمیدونم گنجوی یا چیزی مثل این، میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رفتن به معراج. بله. و از معراج برگشتن. به خدا قسم اگر من میرفتم بر نمیگشتم. خب این تصور چی؟ یعنی این نشان دهنده دید اسلام با دید ایدئولوژی بسته است. دید ایدئولوژی بسته نهایتش چی هست؟ آقا میگه این صوفی میگه که نهایت من رسیدن به شهود هست. من به مرحله شهود رسیدم، خدام رو دیدم، پس کفایت، چرا برگردم؟ دید اسلام چی هست؟ دید پیامبرانه است. پیامبر رفت تا برگرده. چرا برگرده؟ برگرده که این جامعه رو مدیریت کنه، برگرده که آنچه را دیده و آنچه که مسیر جامعه و رشد تعالی بشر رو رقم میزنه اون رو به بنی آدم یاد بده. یعنی از جایی که این دید ایدئولوژی بسته نهایتش هست، ابتدا و آغازین دین هست.
دین از کجا شروع میشه؟ از اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شهودی که نهایت ایدئولوژی بسته هست ابتدا و آغاز دین هست. اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی من شهادت میدهم، گواهی میدهم که هیچ پروردگاری نیست مگر الله یکتا. شهادت رو کی میده؟ اون کسی که دیده، اون کسی که همه چیز رو خبر داره، اون کسی که قناعت کامل داره، قناعتی که انگار شهادت میدم، گواهی میدم من دیدم. اشهد ان محمد رسول الله، من شهادت و گواهی میدهم که محمد فرستاده خداوند متعال هست و پیامبر خداوند متعال هست. یعنی یه چیزی هست که من دیدمش، من میشناسمش، من میدونم. اینه به اصطلاح فرق بین اسلام نابی که قرآن و حدیث، قرآن و سیرت رسول اکرم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منبع اون باشه، و اسلام یا مذهبی تراشیده شده توسط آخوند که این آخوند این مذهب رو بر جامعه تحمیل کرده و این جامعه رو به مرحله خفقان رسونده. تشکر جناب دکتر. اگر اجازه بدین فقط در دقایق پایانی برنامه صحبت‌های چند تا از بیننده ها را هم داشته باشیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما روی خط هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، شما روی خط هستیم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، شما روی خط هستیم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده. بعد مهمان محترمتون دکتر عمرا، من سبحان الله چند روز بود فکر استاد بودم توی نماز توی قلبم، حالا بدون اینکه بخوام دوست داشتم یه جوری با استاد صحبت کنم. حالتون چطور استاد؟ من احسانم از ایران. بفرمایید آقا احسان گرامی، در خدمت شما هستیم. آره من فقط چون وقت زیاد نیست، این وقت رو باید ما چیزش کنم برای بقیه بینندگان بتونم صحبت کنم. این فقط امروز استاد همونطور که الله سبحانه و تعالی میفرمایند بدترین دواب عند الله الذين لا يعقلون، بدترین جانداران نزد الله کیا هستن؟ کسانی که لا یعقلون. من بارها هر وقت با هر کس صحبت میکنم اینو میگم، الذين لا یعقلون، کسانی که از عقلشون استفاده نمیکنن، کسانی که تفکر نمیکنن. چرا امروز سبحان الله خداوند تو اروپا و تو آمریکا خیلی رو هدایت میکنه. چرا؟ به سبب عقلشون. یعنی چرا که اونا خداوند نزدیکتر از مشرکین هستن، الله بیشتر اونا رو هدایت میکنه. هر چقدر که ماها امروز از عقلمون دور بشیم، از انسانیت دور میشیم. امروز وقتی خداوند جل و جلاله به همین واضحی میفرماید ولا تدعوا من دون الله، هر انسان صاحب عقلی، هر انسانی که خردمندی، هر انسانی حتی خردمندم نمیخواد باشه، فقط هر انسان صاحب عقلی به هر آستونی، به همین آستونی میتونه درک کنه که به همین واضحی خداوند میگه جز من کسی صدا نکن، اگه این کارو کردی قطعا از ستمکاران هستی. حالا از یه بر این هر چقدر انسان از عقلش دور بشه، احساسش، وسوسه شیطان، ترس، خصوصا ترس به این غلبه میکنه. دلیلش امروز خیلیات الحمدلله خب این مردم آگاه شدن. امروز صحبت‌های دکتر مثل من خیلی لذت میبرم هر وقت که انشاءالله خداوند. تشکر آقای احسان گرامی، تشکر. صحبت‌هایتان شنیدیم، تشکر از شما و انشاءالله که هر انسان آزاد و حر بتانه از عقلش استفاده کنه در راه رسیدن به حقیقت و به شناخت الله متعال. تشکر آقای احسان از شما. متشکرم، خدا سلامت باشید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشین، بفرمایید. صدای شما داره پخش میشه. سلام علیکم. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بیننده گرامی بفرمایید، از طریق گوشی تلفن با ما در ارتباط باشید. دست جمعی
بفرمایید. بیننده گرامی از طریق گوشی تلفن. خب بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. بیننده گرامی بفرمایید صحبت کنین، صحبت شما را میشنوید. دعای دفت جمعی در مسجد بنشینن کنن. خب دعای نفهمیدم بیننده گرامی، دوباره میشه سوال کنین؟ خب تشکر از بیننده گرامی آقای فکر کنم جمشید گفتن، تشکر میکنم و سوالشان هم تقریبا سوال شرعی بود و میتونن این سوالشان در برنامه پرسش و پاسخ که انشاءالله 1 ساعت بعد آغاز میشه در اونجا مطرح بکنن و جناب حضرت مولانا عبدالقدوس انشاءالله پاسخ ایشان را ارائه خواهند کرد. جناب دکتر البته تقریبا در نیم دقیقه پایانی برنامه قرار داریم، اگر در ارتباط به صحبت‌های آقای احسان گرامی خیره به آیات مهم اشاره کردن اگر تعلیقی دارن. من فقط این رو اشاره کنم که در آینده این مرز و بوم رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امثال برادر عزیزمون احسان سپردند. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این دنیا رحلت فرمودند، پرچم این دین رو دادن دست یک نوجوانی مثل این برادر عزیز ما اسامه ابن زید 17 ساله و این پیام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود برای جامعه بشری که و جامعه مؤمنان که آینده رو شما میسازید و نیاز هست که افرادی دلسوز جامعه ایران رو بر مبنا دین رو شناخت دین رو در جامعه ایران بر مبنای عقل و استدلال و برهان به جامعه برسونند. البته فراموش هم نکنیم جناب دکتر که آقای احسان از جوانهای شیعه هدایت یافته شده هستند که تازه هدایت شدن و الحمدلله امروز شاید فهمشان درایتشان از بسیاری از افرادی که سالهاست در پرتو نور هدایت گام میزنن از اونها بیشتر باشد. تشکر جناب دکتر. در پایان این قسمت از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه که باز هم در استودیوی برنامه حضور یافتین و ما و بیننده های عزیز و گرامی را از صحبت هایتان مستفید کردین و همچنین از بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن از تک تک شما عزیزان اظهار سپاس و امتنان دارم و تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را به پناه یکتایی بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا.